مگه آتش بس نکردن؟ پس این اروره چیه تو کالا؟ سلام، سینفر هستم. توی دوران جنگ ایران و اسرائیل اینترنت ها قطع شده بود و اعصاب کال آف پلیرها به هم ریخته بود. ولی بعدش با اعلام آتش بس اینترنت ها به حالت عادی برگشت، ولی هنوزم بعضیا هستن که وقتی وارد بازی میشن با این ارور روبرو میشن. خب چیکار کنیم؟ راه حلش چیه؟ نگران نباش، سینفر اینجاست تا بهت بگه. برای حل این مشکل کافیه منو تنظیمات بالا رو پایین بکشی. توی تنظیمات اینترنت همراه توی بخش نوع شبکه ترجیحی اینترنت رو حالت تریجی قرار بدی. وقتی که رو اون حالت قرار دادی وارد بازی میشی و میبینی که دیگه با اون ارور روبرو نمیشی و به راحتی برات بازی بالا میاره. بعدش که وارد لابی شدی اینترنتت ضعیفه و پینگت بالاست. برای درست کردن این وضعیت دوباره برگرد توی بخش تنظیمات، توی نوع شبکه ترجیحی اینترنت رو از حالت تریجی رو حالت 4G یا LTE سابق بذار. لایک و ساب یادت نره.